پیغمبر می‌فرماید المرأة ریحانتون، ریحانه یعنی گل، زن در خانه گله و لیست به قهرمانه، کارگزار و خونه نیست. شما بگید چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو نکردی، چرا خونه تمیز نیست، لیست به قهرمانه. ریحانتون گله، گلو باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. اینجوری نگاه میکنه اسلام به زن. یک جا